در سکشن قبلی خدمتون کلا مفاهیم پایه‌ای مسئله بهینه‌سازی رو خدمتون توضیح دادیم که تابع هدف یعنی objective function، decision variable یعنی متغیر تصمیم، فضای موجهه و ناموجهه، متغیرهای حالت، جواب بهینه مطلق و لوکال، موضعی که میشه هم لوکال و گلوبال، اونها رو خدمتون کاملا توضیح دادیم. خب پس هدف طبق فصل 1 و 2 هدف از پیش تعیین کردیم، مدل مفهومی هم که توی فصل اول یاد گرفتیم، الان مفاهیم پایه رو یاد گرفتیم، میریم سراغ مدل ریاضی. میتونیم ارائه به هم پیوسته یک سری روابط ریاضی که شامل تابع هدف و متغیرهای ما هستند، ببخشید تابع هدف و محدودیت‌های ما هستند، مدل ریاضی بهینه‌سازی ما بهشون میگیم. پس ارائه به هم پیوسته روابط ریاضی که مربوط به تابع هدف و محدودیت‌های مسئله باشند رو ما میگیم مدل ریاضی بهینه‌سازی. خب در قسمت‌های محدودیت هامون یا قید هامون میایم رابطه های مورد نیازمون رو که گفتیم اغلب به صورت تساوی و ناتساوی هستن رو وارد میکنیم. اگر بخوایم یه چارچوب کلی برای یک مسئله بهینه‌سازی منابعی بخوایم بگیم، به عنوان مثال معادله 2.5 رو نگاه کنید. optimize z مساوی با f(x) گفتیم معمولا تابع هدف رو با z نشون میدن. بعد که می‌رسیم به محدودیت ها، پس اول تابع هدف. همیشه هم بچه اگه وقتی میخواین توی بینگو گمز هر چی کار کنید اول objective function دقیقا که بعد تابع هدف رو زیرش می‌نویسیم، بعد تابع محدودیت های ما دو دسته هستن، یا کارکردی هستن یا غیر کارکردی. اینو خیلی دقت کنید که وقتی میخواین کار کنید خودتون بدونید چیا کارکردی هستن چیا غیر کارکردی برای شما. محدودیت هایی که برای متغیرهای تصمیم شما دارن استفاده میشن غیر کارکردی هستن. به عنوان مثال شما میگین متغیر تصمیم من بین این بازه ماکس و مین تغییر کنه، پس اینها میشن محدودیت های غیر کارکردی. یه سری محدودیت های ما هستن که کارکردی هستن، یعنی شما چیکار میکنید برای یه سری توابع میایم میگین که یه تساوی مینویسیم و اون ناتساوی میشه محدودیت های اون کارکردی شما هستن. پس اینجا دقت کنید محدودیت کارکردی شما به عنوان مثال یه g(x) یه قید شماست کوچیک مساوی bg که میگن سمت راست قید شما، و اینجا محدودیت های غیر کارکردی که مربوط به متغیرهای تصمیم شما هستش و یک محدوده بالا و پایین برای اون متغیر تصمیم تعریف شده. خب قسمت بعدی میگیم شبیه سازی. اینو دقت کنید. مفهوم شبیه سازی میگه به مفهوم جایگذاری مقدارهای هر ترکیب از متغیرهای تصمیم در مدل ریاضی و محاسبه حالا متغیرهای حالت سمت چپ قیدها و تابع هدفه. در نهایت اینه دیگه، چون ما گفتیم همه اون متغیرهای تصمیم ها یا اون بردارهای جواب ما که شامل همه اون متغیر تصمیم های ما هستن ممکنه اون جواب بهینه ما نباشن، جدا جواب موجه باشه و جواب بهینه نباشن. پس هر گونه جایگذاری اون مقدارهای هر بردار از متغیر تصمیم توی اون مدل ریاضی که منجر بشه ما تابع هدف رو حسابش بکنیم، در واقع یه نوع شبیه سازی ما انجام دادیم. مدل ها و نرم افزارهای مختلفی هم برای شبیه سازی ما داریم، ولی خب میگم الان نیت ما در واقع بهینه سازی هستش که باعث مسئله ما بهینه سازی کنیم. خب الان پس ما مسئله مدل مفهومی رو یاد گرفتیم، مدل ریاضی بهینه سازی هم یاد گرفتیم. با توجه به این اوصاف میخوایم یه مثال بسیار کوچک رو بیایم با هم در موردش توضیح بدیم و بعد مدل ریاضیشو بنویسیم. دقت کنید یه سد مخزنی داریم. من سعی می‌کنم از روی شکل بگم خدمتتون که شما شکل رو ببینید یه سد مخزنیه که یه مقدار دبی داره کیو. دو تا منطقه کشاورزی ما داریم با سطح A1 و A2. ببینید ما برامون مهمه آب رو از مخزن طوری رها کنیم که حد اکثر
کنید درآمد رو از این زمین‌های کشاورزی داشته باشیم. خب اگر ما بدونیم سود حاصل از تخصیص هر واحد آب به هر زمین چه سودی به ما میدهد، به عنوان مثلا با D1 و D2 ما نشونشون ببخشید با B1 و B2. پس ما بدونیم در واقع سود حاصل از اختصاص هر واحد آب به هر زمین ما تو زمینه 1 و 2 هر کدوم چقدر سود میده، B1 و B2 به عنوان مثال. D1 و D2 هم میگه بیشینه نیاز آبیه که هر سطح زیر کشت ما، هر منطقه زراعی ما نیاز داره، D1 و D2. خب ما هدفمون چیه؟ ماکسیموم کردن درآمد حاصل از اختصاص آب به پایین دست. خب ببینید قطعا از مخزن یه ریلیز ما داریم به زمینه شماره 1، یه ریلیز داریم به زمینه شماره 2. پس وقتی من ریلیزهای در واقع متغیرهای تصمیم من خواهند بود که من چقدر به این زمین آب بدهم، چقدر به این زمین. خب بایستی بدونم چون میخوام سود رو ماکسیموم کنم، هر واحد آب رو در سود اون واحد آب اون سطح ضرب کنم. پس اگه من میخوام تاب هدف رو تعریف کنم میگم Z مساوی با B1 R1 به اضافه B2 R2. خب یه بار دیگه اینجا رو توضیح میدم خدمتتون. پس شما فرض کنید یه زمین کشاورزی دارید، دو تا زمین کشاورزی داریم و یک سد که این سد ما میزان آبی که میتونیم داشته باشیم Q باشه. خب وقتی که این از این سد آب میخواد به این دو تا زمین، خیلی مسئله ساده و روشنی هستش، میخواد اختصاص بدهد، میدونیم که اگر به زمین واحد شماره 1 اختصاص دهد در واقع B1 سود خواهد داد، اگر به زمین شماره 2 B2 خواهد. حد اکثر آبی که زمین 1 احتیاج دارد D1 خواهد بود، حد اکثر آبی که زمین 2 احتیاج دارد D2 خواهد بود. خب این آبی که از مخزن رها میشه یه دونه R1 میده به مخزنش به زمین کشاورزی 1، یه R2 میداد به زمین کشاورزی 2. پس اگر من بخواهم آن را ماکسیموم کنم میگویم Z مساوی با B1 R1 به اضافه B2 R2. خب امیدوارم که تا اینجاشو متوجه شده باشین. حالا میریم سراغ قیدهامون رو بنویسیم. قبل از اینکه ببینیم توی کتاب چه قیدهایی رو نوشته، چیزایی که به ذهن خودمون میرسه. اول از همه نمیتونه ریلوس ها منفی باشد، یعنی R1 و R2 باید بزرگتر مساوی 0 باشه. خب آری شما این محدود اول آری شما که نمیتونه از اون نیاز آبی اون منطقه بیشتر باشه، یعنی آری شما باید کوچکتر مساوی D1 باشد. این درسته دیگه؟ یعنی از اون حد اکثر نیازه نباید بیشتر باشه. و بعد از اینجا هم داریم که R2 مون نباید بزرگتر از D2 باشه، باید کوچکتر مساوی D2 باشد. اینم در واقع برای قید بعدیمون. خب آبی که به هر دو زمین میرسه، قید بعدی سومی، نبایستی از کیو مخزن که بیشتر باشه، یعنی R1 بزن R2 باید کوچکتر مساوی کیو باشن. خب حالا میریم ببینیم اینها چه قیدهایی لحاظ کردن. بریم توی این صفحه. پس این ببخشید ذخیره مخزنم جزء کیو بوده، R1 به اضافه R2 کوچکتر مساوی S به اضافه کیو. بعد میگیم که R1 و R2 از D1 و D2 باید کوچکتر باشن، هر دو باید بزرگتر مساوی 0 باشن. پس تقریبا ما حال لحاظ کردیم. الان دقیقا این مدل ریاضی نوشته شده. ماکسیمایز Z مساوی با B1 R1 به اضافه B2 R2 subject to دقیقا این شکلی. خب همون قیدها رو زیرش نوشته شده. ببینید من اگه جای شما باشم حتما الان لینگو رو نمیدونم شروع کردیم به یادگیری یا نه. اگر که شروع کردیم به یادگیری، همین مسئله کوچک رو اول تو لینگو بنویسید، ببینم میتونید باهاش کار کنید، میتونید تا به هدف رو درست تعریف کنید، متغیرهای تصمیمتون رو. خیلی بهتون دید میده این یه مسئله. الان من انتظارم اینه که مسئله 2 رو همین که توی کتاب هست شما برای من بتونید در واقع توی لینگو حلش بکنید، ولی بعید میدونم که شما به این سرعت بتونید توی لینگو حلش بکنید. خب اشکال نداره، من این رو خودم بازم توضیح میدم.
و بعد حداقل یک هفته وقت میدیم تا شروع کنید به تمرین کردن توی لینگو. خوبه؟ خب الان این مثالی که میخوام خدمتتون توضیح بدم میخونم. بهره برداری از آبخانه، 2 وادی کشاورزی داریم تو کوه و دشت که نشون داده شده. یه مقدارش توی کوهه. ببین من شکل خدمتتون نشون بدم. اینجا کوهه و اینجا آبخانه، یعنی دشت شماست. بعد اون کوهپایه دشت رو با علامت نقطه چین. هدفمون بیشترین درآمد از فروش محصولات کشاورزی و باغیه. امکان کشت گندم و سیب در هر دو واحد کشاورزی کوهپایه و آبخان وجود داره. پس گندم و سیب رو از هر دو جا ما میتونیم در واقع کشت بکنیم. قیمت واحد محصولات CW و CA بر حسب تومان وجود داره. مساحت ها هم که وجود داره، یعنی دقیقا میتونیم بگیم A1 AW1 یعنی برای سیب اپله، برای گندم که شما دوباره همینجا میتونید بنویسینش. برای آبخوان هم به همین جوره. پس انتخاب سطح زیر کشت هر محصوله با هدف پیشنهاد کردن در واقع درآمد. خب اول از همه برای ما اینه که بتونیم زد رو حساب کنیم، یعنی میخوایم بگیم که هدف ما ماکسیموم کردن درآمد حاصل از فروش محصول کشاورزی و باقیه. وقتی کتاب هدفمون رو در واقع بنویسیم، ما میتونیم کتاب هدف رو که نوشتیم بعد در واقع محدودیت‌ها رو هم محاسبه کنیم. خب تاب هدفی که ما داریم اینجا می‌نویسیم، میگیم که Z مساوی است با AW1 به اضافه PW1، یعنی شما دقیقاً سطح زیر کشت هر محصول رو در قیمت اون محصول ضرب می‌کنید به اضافه دوباره سطح زیر کشت در قیمت اون محصول برای گندم و بعد برای سیب. خب یعنی یه بار دیگه من خدمتتون بگم، شما سطح زیر کشت گندم توی منطقه اول AW1 ببینید اینجا ضرب در قیمتش میکنید، بعد AW2 ضرب در قیمت، کلا ضرب در واقع اون سی که خدمتتون گفتم فروش محصولتون خواهد بود. و بعد تاب هدفتون رو می نویسین. الان دقیقا بده من بیام روی این قسمت که به شما بگم. ببین ماکسیمایز میخوایم بکنیم مساحت ها رو که دارید، تولید محصول هر گندم رو دارید در قیمت، دوباره برای سیبتون و بعد اون دوباره قیمت و بعد در نهایت اینو میخوایم شما تاب هدفتون و میخوایم اون رو ماکسیمایز کنیم. حالا بعد دوباره شروع میکنیم به این که محدودیت ها رو ما شناسایی بکنیم. لطفاً دقت کنید کلاً آبی که اختصاص میدیم به 2 تا منطقمون نباید از آر مکسمون بزرگتر باشه. اینجا در واقع اون سطح زیر کشت محصول گندممون هستش در راندمان به اضافه در تفکیر تعرق به اضافه حالا برای سیبمون مجموعاً از اون رهاسازیمون کلا برابر بر این مقدار خواهد بود. یعنی نیاز آبی محصولمون فکر می‌کنم اینجاها رو شما بیشتر از منم بلد هستین، چون اون سطحی که وجود داره این مقدار تفکیر تعرق میشه مقدار اون رهاسازی که برای کل برداشتی که برای اون آب از اون در واقع لازم از اون آبخوان برداشته بشه برای این سطحی که وجود داره. خب بعد اینجا دوباره قیدها رو که کاملا مشخص میکنه و بعد در نهایت در واقع شما میتونید ببخشید این قسمت کل مسئله‌تون رو بنویسین. من فکر کنم تا همینجا برای این جلسه هم کافی باشد. 2 تا مسئله رو برای من زحمت میکشین. تکلیف شماره 2 تا مسئله رو برای من مدل ریاضیشو آماده میکنید که من بدونم شما کاملا مفهوم تهیه مدل ریاضی رو یاد گرفته باشین. خسته نباشین. ممنون.